خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و رومتور جدید و صندلی جدید و کلا همه چی عوض شده بچه‌ها. صندلی که دیکس ریسر 18 میلیون. حالا شواف نباشه شواف چی؟ شواف نباشه. اینجا یه دونه ریسه چند تا بذارید من بهتون نشون میدم. سلام بچه امیدوارم سال جدید بهتون خوش بگذره. انشالله سال خیلی خوبی داشته باشید. خب اینجا یه دونه ریسه، یه دونه ماسک، یه دونه کلاه، یه دونه باتری، یه دونه سی دی، یه دونه لوح، یه دونه این جوکر بلیا، یه دونه این، یه دونه گیاه همین وسطی، یه دونه عکس، چند تا عکس انیمه و اینا، عکس جی تی ای، قاب چوبی جی تی ایه و همین رو چند تا نقاشه پیکسلی و یه دونه توپ، چند تا یه دونه چند تا باتری انرژیزا و اینا بود از وسایل رومتور جدید. البته قراره قراره داخل رومتور جدید ما چیکار کنیم؟ کل اینجا قرار عکس بشه، کلی عکس خیلی خفن دادیم و امروز اومدیم بریم یه بازی ماینکرافت سروایول پارت اول. باشه من پارت اول گذاشتم. من همیشه میخواستم ماینکرافت سروایول رو ادامه بدم، اما یا مثلا یا صدا نمی اومد یا آپارات آپلود نمیکرد، میگفت مشکل داره اینا. و اگر میبینی من داخل آپارات فعالیتی ندارم بچه‌ها، کسانی که دارن در آپارات میبینن این ویدیو رو، من بیشتر فعالیتم رفته تو یوتیوب و اگر میخواد ویدیوی بیشتری از من ببینید برید یوتیوب. ولی از این به بعد تصمیم گرفتم ویدیویی که دوست دارم مثلا همه ببینن و هم تو آپارات ویدیو، کسی که مثلا مامان و باباشون اجازه نمیدن که برن یوتیوب، اونا براشون میذارن تو آپارات و بقیه هم میذارم تو یوتیوب تا برن نگاه کنن. و بچه حتما این زیر بنویسید، داخل کامنت ها بنویسید که چقدر عیدی در آوردید داخل عید و میخوایم امروز بریم ماینکرافت سروایول پارت اول دیگه میخوایم ادامه بدیم تا موقعی که اند رو بکنیم، بعدش هم ادامه میدیم کلا. یعنی مثلا تا پارت 100 200 اینا میریم. فعلا چند تا فصل هم داره و اتاق کلا تغییر کرده، رنگ توسی اینا، و اونجا ریسه خیلی خفنه و دیگه حرف زیاده نمونه. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها ما الان اومدیم داخل بازی. هم تصویر من اینجا دارید هم تصویر داخل بازی. و بچه‌ها من این با موس اینجا رو درست کنم. اینجا زمینه 62 تا زمین دارم. الان اینجا یکیشم برای ماینکرافت سروایول بود و بریم زمین رو بسازیم. سروایول نورمال. و الان اسم مپو چی بذاریم بچه ها؟ اسم مپو چی بذارم؟ اسمشو میذارم گیمینگ. اگر اشتباه شد ببخشید، یکم انگلیسی قاطی پاتیه. حالا ما اینو گاشیم اسمو و بزن بریم ردی کنیم. قرار از این به بعد کلی اتفاقات خفن میفته. پس بریم لیتس گو. زدم. من صدا میوت شد، صدای خود دسته من صدا رو کم بکنم. بچه جای خوبی اسپان شدیم، فقط نمیدونم با چی کار کنم. اولین کار چوب. ما مستقیم باید بریم ویلیج پیدا کنیم. دور چند دقیقه خب دارم چوب میکنم. خب بریم کرفتن تیبل رو بسازیم، مثلا سنگی رو بسازیم. خب ما الان فقط یه دونه کلنگ میسازیم، میریم زیر زمین. بچه شاید بگیم من خیلی نزدیکم. یعنی یه دسته اینجا داره اینطوری
مثلا یه هفته دارم گیر میدم، یه هفته اینجا فکر میکنم دست رانندگی میزنم میمیدم جلو، یه کوچه میبرمش عقب، یکی من پشت من گودیمو تنظیم کنم. و یه صندلی خوبی که جزئیات داره، یه جای مخصوص برای کسایی که قوز میکنن داره. گودی مثلا گودی کمر رو میگیره خودش، خیلی گزینه خوبیه مخصوصا برای من خودم. حالا اعتراف کنم یه قوزی دارم، مثلا خم شده یه کمری چیزی دارم. بسته موقع کمر فرنیس و اینا هم نگه دارم. بریم بالا. من 4 تا چوب خامم میخوام برای حالا یه موردی که خودت هم میدونید. این 3 تا 4 تا. خب اول میریم وسیله سنگی رو میسازیم. اینه شمشیر، این دونه تبر، این دونه فرنیس. پس باید بریم دوباره بکنیم. خب الان ما برای فرنیس ساختن رو داریم به اندازه کافی. سنگ کنم اضافه هم بیاریم. یه دونه از این فرنیس عادی هم بسازیم. بله بچه ها 4 تا برامون موند. این رو من بدم بالا. فقط وصلای اصلی رو داشته باشم. شاید بگید چرا من اینا رو دادی بالا، اینطوری نظمش بهتره. خب بریم پیش به سوی تخت. بریم گوسفند رو برکشیم و تخت پیدا کنیم. خب بچه یکم این چند روز بیحال و این نمیدونم چی شدم کلا. گوسفندلی بچه، گوسفندلی کلا یکم خسته تر شدم تو ویدیو. نمیدونم چرا، نمیدونم برای بلوغ چیه، نمیدونم برای چیه. کلا حال و حوصله ویدیو ندارم. ولی نه، من برای شما همه کاری میکنم. فکر نکنید میخوام مثلا برای شما وقت ندارم، ولی وقت میذارم. فقط این یکم حال و حوصله‌ام کم شده. وگرنه قبلا خیلی من حوصله داشتم، هر روز ویدیو میذاشتم. بعد داخل تابستون که یادتون باشی 2 تا ویدیو صبح میذاشتم، 2 تا ویدیو شب. اینطوری بود. خیلی اوضاع بهتر بود. الان دیگه آدم یکم بزرگتر شده و الان مثلا بزرگتر شدم و یکم بلوغ تو سنم یکم پافشاری کرد. باعث شد که من یکم عقب بیفته کارم. کلا همه کارم داره عقب میفته. حالا فکر نکنید فقط همین داستان حالا مثلا آپارات و یوتیوب اینا هست. کلا همه چیم عقب افتاده. نمیدونم باید چی کار کنم. اگر راهکاری دارید به من پیشنهاد بدید که ایده خیلی بهتر بدم، حداقل یکم سر حال ترشم. یه چی به من بگید تا سر حالشم میتونم ویدیوی بیشتری بذارم با پر انرژی. نمیدونم واقعا، ولی دلیلشو نمیدونم. ولی الان تنه فرصت میذارم و یکم میبینید صدام گرفته، بخاطر همون بلوغه داره صدام بزرگتر میشه بچه‌ها. و شاید بعضی ها سیبیل رو ندیده باشم، تو نور بد میفته، ولی اینجا سیبیل رشد کرده. و بریم فعلا ببینیم میتونیم چی کار کنیم. الان ما یه دونه دیگه پشم به دست بیاریم تموم کار. و البته یکم شما هم صحبت کنیم. من قبلا خیلی ویدیو هم مثلا چی بود، خیلی پر انرژی بودم و مثلا چیزای خیلی جدید و اینا میگفتم. مثلا خیلی هیجان داشتم که من دارم ویدیو میذارم و فلان و بیسار و اینا. هیجان داشتم دیگه.
هیجان داشتم که آقا من دارم مثلا ویدیو میذارم، مثلا قراره مثلا آپاراتور بزرگی اینا بشم، حالا دارم برای اونم تلاش میکنم و فعلا آدم مثلا قبلش دیگه الان هیجانم رفته، چون که 2 سال پیش من کانال زدم. 2 سال پیش من این کانال زدم و کانال آپارات منظورمه. 2 سال پیش این کانال زدم و خیلی هیجان داشتم که دارم ویدیو میذارم و مردم میتونن ویدیوهای منو ببینن، با من آشناشن. الان دیگه مثلا 2 سال گذشته از اون ماجرا و دیگه کم مثلا مردمی بودنم کمتر شده، مثلا زیاد هیجان ویدیو رو از دست دادم. ولی شما هیچ وقت این هیجان رو از دست ندید و کاری که میکنید و کلا تا آخر دنبالش برید. سعی نکنید مثلا مشکلاتی که دارید، هر مشکلی دارید مشکلتون رو مثلا کاری که دارید میکنید رو خراب کنه. بخاطر اینکه حالا کلا 2 ساعت میخوام حرف بزنم، ولی کلا میگم که نباید آدم وقتی میخواد یه کاری کنه نباید خودشو عقب بندازه بگه که مثلا این کارو کرده. مثلا یکی یه دونه دست نداشت یا آپاراته، یه دونه دست نداشت ولی کلی ویدیوی خفن میساخت با همون یه دونه دستم که داشت ویدیو میگرفت، داشت ویدیوی خیلی خفنی هم میگرفت، چالش و اینا میگرفت. و کلا نمیخوام بگم که شما مثلا دست نداشته باشید میتونید آپاراتوری کنید. اینکه آدم هر مشکلی داشته باشه باید دنبال تلاشش بره. من دارم فقط همینو میگم، اینکه آدم باید دنبال تلاشاش بره، آدم باید تلاش کنه برای کاراش تا بتونه کارش فوق العاده بشه. یا مثلا فکر کنید الان مثلا شما قراره فردا یه پروژه بدید برای مدرسه، اما خسته اید نمیتونید انجامش بدید، اما به خودتون بگید من این کار رو میتونم انجام بدم و انجام میدم، فردا اتفاقا ببرید بهترین پروژه هم تازه میشه. اگه شما بگید که من میتونم، به خودتون ایمان داشته باشید. حالا فعلا از این ماجرا خستگی میایم بیرون دیگه و بریم سمت حالا ویدیو. بچه قرار خیلی ویدیو جدیدی بیاد داخل کانال که شامل F24 دیگه، چون قرار سیستمم بیاد که دیگه الان فعلا با PS5 کلا پلی میدیم بازی ها دیگه، با گوشی اصلا چیزی نداریم فیلمی چیزی، چون قبلا من با PS5 بودم همش غیره. تختمون ساخته شد، چون تخت به من تخت بدهید. 2 تا من یه دونه میزدم، تخت میزدم، اینو میزدم. خب بچه ها تختمون آماده شد، حالا میتونیم شب بخوابیم. قرمزش هم کردم. بچه ها بریم دنبال ویلیج. اون بالاها همیشه ویلیج زیاده، جایی که خیلی خالیه ویلیج همیشه زیادتره داخل ما. خلاصه داشتم میگفتم که اون بالا جایی که زمینه که خیلی روشنن و صاف کامل نه، حالا صافن و درخت و اینا ندارن، به قطعا اونجا رو بگردید، چون که اونجا به احتمال زیاد ویلیج هست. حالا نمیگم حتما اونجا ویلیج هست باید برید اونجا رو بگردید، ولی به احتمال زیاد اونجا ویلیج هست. و دوباره بریم تو همون بحث قبلی اولین بحثمون که داشتم میگفتم که باید آدم بگی من میتونم این کار رو انجام بدم، و اگر بگه به خودش من میتونم این کار رو انجام بدم، حتی مثلا پروژه هم داشته باشید برای فردا مدرسه‌تون، مثلا بخواید پروژه بدید، مثلا اگر شما بگید نه من نمیتونم اینا، فردا واقعا نمیتونید پروژه خیلی خوبی بدید. ولی شما اگر بگید من حتما میتونم، من پروژه خیلی خوب میدم و اینا، به خودتون ایمان داشته باشید، فردا اتفاقا بهترین پروژه رو میدید. و باید آدم به کارهای خودش که انجام میده ایمان داشته باشه. و آدم خلاصه داشتم میگفتم آدم باید به خودش ایمان داشته باشه.
از کارهایی که میکنه نترسی، یعنی باید شجاع باشی داخل کارهایی که میکنه. حالا روانپزشک شدم، حالا من روانپزشک شدم، میخوام به شما درس بزنم. خب بچه الان یک عکس این بالا میاد که یک عکس بالا میاد اون صفحه که شانس من تو سروایو بود بچه ها. حالا داشتم تو بدراک و اینا چی میرفتم، یه دفعه یه کلیپ اومد، حالا عکسش هست اینجا میاد. خب بریم اون بالا. استخونم ندارم، سگ رام کنم. ای خدا بچه اگر میخواید سری وان بلاک هم بذاریم حتما بگید 2 نفره یا تک نفره بریم یا 3 نفره. نه ای حتما بگید. خب بریم بالا. میخوام داخل پارت دوم قلعه بسازم، داخل پارت سوم یا دوم قلعه میسازم. حالا امتحانات البته یکم دیگه تمام میشه، یه ماه 2 ماه. حالا بعضیا مال ما که کلا ما تا کنم خرداد یا شهریور که آخر تابستونه، نمیدونم فکر کنم تا آخر خرداد هستیم ما. مدرسه ما تا آخر خرداد برای هفتمیا هست. وای رفتیم تو زمین برفی، نمیدونم باید چی کار کنم. ویلیج بچه، ویلیج گفتم زمین هستم. البته کنارش کلی درخته، اونو گند زدم متاسفانه. اوف نیفتم بمیرم وسیله اون بره. وای تموش. وای باید اینجا کشتی میساختم، ولی اینجا پرشم بچه داخل یخها خیلی پرشتون بیشتر میشه، یعنی پرش به سمت بالا نه، پرش به سمت جلو خیلی بیشتر میشه. نمیدونم واقعا دلیلش چیه. خب اینجا 2 تا بلاک و 3 تا 4 تا بکنم، از روشون بپرم. ببین جایشم بیشتر شد. و در حالت عادی هم تست کنیم. الان مثلا 2 3 4 5 رو تست کنیم. 5 رو افتادم، ولی حالا یکم بریم دورتر. شده بگه بردیا داری چی کار میکنی؟ ما الان میخوایم بریم سمت ویلیج. نه کلا 5 نمیره. حالا در دنیای واقعی هم تست میکنیم ببینیم آیا پرشمون، چون که من یه چیزی شنیدم میگفت که شما داخل یخ باشید پرشتون بیشتر از حالت عادیه که داخل چمن هستید، چمن و اینا هستید. حالا نمیدونم واقعا درسته یا نه، ولی حالا ما میریم اونجا داخل ویلیج هم تست میکنیم. الان اینجا زمین عادی، ما الان 4 تا میکنیم. 1 2 3 4 این از 4 تا. بعد نه بچه علکیه، اون حرف علکیه، فکر نکنه از خودم در آوردم. نه واقعا یکی از دوستم یا نمیدونم کی بود دارم اومد گفت که نمیدونم فلانه چیه. نه ایش تو داخل زمین یخی بپرین و چی جایشت بیشتر میشه اینا. بچه میگن زیر اینا یه چیزایی هست، حالا من نمیدونم. یه ویدیو دیدم داخل یوتیوب، یارو مثلا داشت 100 روز ماینکرافت میگرفت، حالا معروف شده خیلی، داشت 100 روز ماینکرافت میگرفت، میگم مثلا الان من داخل ایگولا هستم، زیرم یه چیه، زیرم یه چی در میاد الان. حالا ما که وای منو زد. وای بچه داره، من بچه میتونم فوش بید. نمیتونی بیایی داخل، یه قلبم نمیتونی بیایی داخل.
فعلا غذا بخوریم، حرف نزنیم. ایوا گوشت خوب حرامه، گوشت خوب حرامه مرد مومن. آی گوشنم دوای گوشنمه. یه دونه گوش دارم، همینم اینجا میپزم. ایوا کی من نگو. بچه من دوباره برم ویلیج رو پیدا کنم برگردم. اینجا ویدیو کات میخوره. خب بچه ها ویدیو کات خورد و بچه ها من اینجا خب گشتم و ویلیج قبلی رو پیدا نکردم، ویلیج جدید پیدا کردم. اومدم رد شم، این دفعه دیدم اینجا زمین خالیه، گفتم اینجا هم بگردم. این دفعه این ویلیج در آمد. به کویا خیلی بده. بریم بگردیم اول خونه رو. من اینجا داشتم میگشتم و غذایم خام میخوردم فقط. فکر کنم نزدیک 40 دقیقه طول کشید من اینو پیدا کنم. نون دوست خوبه، نون خوبه، قطب نما هم خوبه، میتونیم جهت خونمون رو پیدا کنیم. و وای داره شبم میشه. البته این شبا برای من گذشته، همش میرفتم زیر زمین اینا. خب بذار ببینیم اینجا که چس نداره. هر جای چس نبود مثلا من یه جام بعدش انتخاب میکنم میخوابم. بالا دوباره خونه است. حالا من فعلا برم بگیرم بخوابم. لنش بابا میخوام بخوابم. یورو ویلیجره کنارم وایس ویلیجر. با موس برم اینجا ایوا نه اینا نمیخوام. میخوام نازت کنم. میخوام نازت کنم. وایسا نازت کنم عمویی. خب صدای ماست شنیدید. برم اون بالا. خونه است. گوسفنده؟ نه چجوری اینا به هم متصل نیستن؟ عجیبه واقعا، خیلی هم شدید عجیبه. بچه من همیشه داخل ویلیج از این خونه 2 طبقه خوشم میاد. راحت یه خونه رو میکنی اتاق چس، یه خونه مثلا خونه خودت، خیلی خوبه. ما فعلا بریم طبقه بالا. بریم اینجا که باید خونه باشه. آیرون گلامه اینجا. دره رو تو ویلیج باید بمونم. این دره هم داره، خیلی خوبه. بچه از اونا که چه نه، یه خونه هست داخلش به احتمال زیاد دایمنده. حالا کمه. این چی داخلش چیست؟ بسم الله. حالا من گفتم دایمند، خیلی هم برای من دایمند رو باشه. دقت کردید؟ اینطوری من تو همین خونه میمونم. بعد جام تکون نمیخورم. دوباره ویلیج بابا. میرم اون ویلیجم سر میزنم. خب بچه اینجا ویدیو سرعتی میشه و بریم ما سر بزنیم. بریم صورت سفیری بولی کسی نمیدونم.
سبت سفيري بولي بولي شغالة بيسامري أنا ولا زوبري سفيري بيساوري. نه خب بچه آمدیم. obsidian خوبه، obsidian بچه خوبه. obsidian خوبه، فقط من داخل همین دیگه، من همینجا میمونم. او راستی برم نرم بکنم این بلاک گندم باهاش نمونه درست کنم. داره کار میکنم یکم. خب ما اهمیت نمیدیم چون ما سیگماییم. سوت سفیری بچه از آهنگ خوشتون اومد داخل ویدیو گذاشتم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بچه من فکر کنید بچه من اینجا ماهی دارم و به ماهی هم سر زدم. صداشم فکر کنم داره میاد صدای آبشون. نه تخت اینجا رو برمیداریم و میریم پیش به سوی خونه ایمان. خونه نه خانه ایمان، خانه ما. خب فعلا تخت میذارم همینجا. من یکم برم تبر و اینا درست کنم برگردم. برو گم بش. ایوا غذا ندارم. واقعا اون یه دونه آخری رو چرا پر نکردی؟ الان من باید 2 تا سیب داشته باشم بچه ها. فردا هم میخوام گیم پلی FC24 بگیرم با بچه هم. من کلا یه اتاق لباس جدا دارم، حالا براتون روم تورم میذارم. اتاقم فعلا وضعش نابوده ده برای همون بازسازی و اینا. پس اگه میبینید هیچ ویدئویی نمیذارم برای خاطر همیناست. درگیر بودم، درگیری شدید. درگیریم هم شدید بود. خب یه کلنگ میسازم. برم سنگ یه خونه رو بکنم. خدا کنه چه ایده بود ویلیجر آمدن چی کردن؟ خونه سنگی و چوبی با هم قاطی ساختن. آن چه سمی بود؟ الان آدم باید راحت بره برای خودش چی کنه؟ برای خودش خونه با کلاس بسازه. باید بره برای خودش خونه با کلاس بسازه، نه خونه سنگی و چوبی. اینا هم بدم بالا. اینا رو خود گندم کنم. یه استک، دو استک و 16 تا. چون داخل ماینکرافت 16 تا نیم حساب میشه 2 استک و نیم تقریبا حساب میشه 2 استک و نیم. روی از این بدم میاد جاشون عوض میشه. خب برم دوباره یکم سنگ بکنم با کلنگ چوبیم. بچه اتاق سرد شد، بدم سرد شد. ساعت چنده؟ فردا ساعت 1. بچه من باید فردا برم مدرسه. ساعت 1 دارم ویدیو میگیرم. هم 3 تا. بچه سری یه کوچولو امروز رو میکنیم فقط از خونه رو. پارت بعدی میریم برای کامل خونه رو کامل خراب میکنیم و همینا صحبتم بود. خب بریم اینا رو بکنیم. فقط الان این دیوارای سنگی و یه کوچولوشون میکنم، بعدش دیگه خلاص که نه.
یعنی چی؟ یعنی میخوام مثلا آزاد شم؟ نه، بعدش باید فردا بخوابم برم مدرسه. ای خدا. خب بشم به نظر من این فرنیستان حالا بکنیم یکم چی بشه. خب نرم بکنم. خب بچه ها دیگه وقت خداحافظیه. بچه ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما اگر خوشتون اومد لایک بذارید، حتما اگه خوشتون نیومد کامنت بذارید. اگه واقعا خوشتون نیومد یا هر چیزی دوست داشتید، اگر ویدیویی که من میذارم رو دوست دارید دنبال کنید و ساب کنید. و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت دنبال کنید.